انفجار بسیار شدیدی که در بندر عباس رقم خورده که یه عده میگفتن اسرائیل موشک زده و یه عده میگن فقط یه انفجار بوده که گویا کلی گوگرد و وارد هوای شهر کرده و وضعیت حسابی برای مردم بحرانی شده. یا ابوالفضل من تو کانتینرمون جنازه سا داره میرو هوا میره. یا ابوالفضل و کلی اتفاق عجیب و جنجالی دیگه که قراره با هم تو این ویدیو ببینیم. فقط قبل هر چیز لطفاً لایک ویدیو و ساب کردن کانال یادتون نره. دمتون گرم. خب در ابتدای کار بریم سراغ انفجار عجیب غریب و بزرگی که در بندر عباس رقم خورده که کلی هم شایعه در مورد نحوه اتفاق افتادنش به وجود اومده. اما چیزی که مهمه اینه که کلی از مردم آسیب دیدن و گفته میشه کلی گوگرد در هوای شهر آزاد شده و کلا وضعیت بسیار هولناکی رو برای مردم جنوب رقم زده که بهتر با هم فیلماشو ببینیم. یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا خدا یا ایجار رو زدن حاجی یه چی مثل موشک سن اومد پشمام ریخت. انفجار سنگین همین الان خدمات همه ماشینا رو ترکوند. همه ماشینا ترکید. این هم ماشین ماست. کل خدمات خراب شد. آقا ممنی چه خبر شد؟ ببین ماشین ما به چه روز به خودم خوبه نمردیم. حالا یا ویلا چی شده؟ چی دارن میزنن؟ کجا رو دارن میزنن؟ چی شده اینجا؟ چه خبره؟ چه خبره آقا؟ ببین من چی شد؟ ماشینم چی شد؟ زندگیم چی شد؟ وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا چه خبر شده؟ وا ویلا ببین آخ ممنی ما چی کار میکنن؟ کسی زد؟ چی شد؟ معلوم نیست چی شده. وا ویلا وا ویلا ای وای خدا ای بابا چی شد؟ ما تو ماشین نشسته بودم. ببین چه خبر شد یه لحظه. آخ چی شده؟ چی منفجر شده؟ چی شده ما نمیدونیم. همه الان منفجر شد. یا ابوالفضل اسکله شهید رجاییه. ما همه تو کانتینرمون جنازه سا داره میرو هوا میره. یا ابوالفضل ما الان اونجا بودیم. حسن ما الان اونجا بودیم. بابا ما اتصالیه برق داره.
گره هرچی میخوادی. سالن واردات شدت انفجار انقدر زیاد بوده، هرچی ماشین بوده اینجا اصلا نمیدونم توی اسکیل از کجا است، همه جا ترکید. نگاه کردیم آقای نمازی همه رفته، هیچ کی نبود، نیست هیچ پایین و پایین یا ما پایین کجا میری؟ آقا با موشک فکر کنم زدن 40-50 نفر اینجا زخمی شدن. معلوم چیه، تمام شیشه های ماشین شکست، تمامشون.